او به میلیارد خداش خدا ترسی، او را برا و تنظیمات از خدا نترسید. او برادرای طالب از خدا بترسید، متحد شوید. بیایی زیر یک بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله. علم بی عمل گشته مقلب در مسلمانی، چو توتی سر به سر گفتار دارم یا رسول الله. شدم پیر و ندانستم فریب مکر دنیا را، نظر بر دلار مردار دار بد پدک دلار نلد. افغانستان میگن اسلامی، اما ما در تلویزیون تکرار میشه ما تا بال آدم نشدیم. اگر ما آدم میبدیم از این ملت میبدیم، ما را به ترکیه و عربستان و سعودی چقدر است؟ دو تا چیز با عالم گرانی تر است که کش میهن و دیگهش مادر است. و در هر صحبتم نه پاکستان ملامت میکنم نه ایران نه شوروی را. ز بیگانگان هرگز ننالیم، به ما هر چی کرد آناشنا کرد. وطن ما را اینمی تنظیما همی شیخ الحدیثا پروفیسرها خراب کردن. میگه که از خاک سیاه گلای رنگین میکشی، از درختان میوه زیبا و شیرین میکشی. گبر ترسا را به لطف خود مسلمان میکنی، زاهد 100 ساله را یک بار از دین میکشی. پروری در دامن آذر خلیل خیش را، موسی از خانه فرعون خودبین میکشی. در زمان جاهلی در بین کفار قریش، عاقل چون صاحب طه و یاسین میکشی. فیلسوف در را همی پروفیسرها را گفته، فیلسوف در را نادان ز دنیا میبری، عارفی از گوشه دار المجالین میکشی. به خدا آنقدر خجالت است، مرا به چگکای میگه آقا یک روز باغ وش مرا نبردی. ما گفتم به خدا پیش می باغ وش خجالت است. هستیم نیست؟ اگر یک خودی گوگرد تاج پاکستان هستیم، ما پاکستان اختار میدیم. جوانای ما نیمش بیکار، نیمش فرار، نیمش در پودر گرفتار. یک پدر مادر یک طفلک شیرخور کلان میکنه، او پودری شوه یا فرار شوه یا از طیاره بفته، آیا او به او پدر مادر چی میمانه؟ میگه بن ما در این زمانه دل شکار کو، که یک دل مسلمان در 4 کلام خوش کنه. گلبرگای گلشن صوت هزار کو، کردار ما تمام سراسر خجالت است. چیزی که ما به آن بکنیم افتخار کو. ما را اگرچه فاعل مختار خواندن، در بار زندگی هم اختیار کو. وزیر از امضای خود غلام از کل جا، چون یک وجه زمین نبود در تصرف. ما را امید فایده و کشتکار کو. گوی کثافت از به سرتاسر جهان، یک پاک و صاف انجمن بیغبار کو. هر کس نشسته بر سر راه به مقصد کار شورم پیدا میشه، طفلکش میگه حال پدرم پیدا میشه. هر کس نشسته بر سر راه به مقصد میپرسم که دیده به انتظار کو. ایران روم به کار چی مجبورم، اشقری در بین شهر کابل ما کاربار کو. او به میلیارد خداش خدا بترسی، او را برا و تنظیمات از خدا نترسید. او برادرای طالب از خدا بترسید، متحد شوید. بیایی زیر یک بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله. و دوش قدس اسیان بار دارم یا رسول الله، دل مجروح و تن بیمار دارم یا رسول الله. صفات نیک در جانم سر یک مو نمی باشد، مگم به جرم خویش چون اقرار دارم یا رسول الله. ز علم بی عمل گشته مقلب در مسلمانی، چو توتی سر به سر گفتار دارم یا رسول الله. شدم پیر و ندانستم فریب مکر دنیا را، نظر بر دلار مردار دار بد پدک دلار نلد. دعا کنید که خدا ما شما را زیر یک بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله ببرد. دعا کنید که پروردگار در بی‌نیاز نمی برادرای ما را کال آمده، همین قدم از این به خیر اسلام خدای بی‌نیاز و در هر خانه و شفاخانه خدایا مریض از پیسه پاکستان انده نداره، پروردگار از شفاخانه خود شفا بده. خدای عالم عمل قرآن یا پروردگار تبدیل کن که جوانکای ما بیکار نباشه، در ملک بیگانه فرار نباشه، در پودر گرفتار نباشه.